اینک رسمی تقدیم جایزه ها دوستان عزیز برای والیبال که در دسته وزن 60 کیلوگرم هنرنمایی کردن، جایی که یک پهلوان تاجیک هست. و اکنون دوستان عزیز یادآور میشم که مدال ها را تقدیم میکند رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی. این چهره که به طفیل آن این مسابقات برگزار شد و مدال اولی برنجی و گردن مهرزاد صوفیف تقدیم خواهد شد. این چهره و او از دست رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اولین مدال برنجی خود را گرفت. لوکا مخیزی از فرانسه مدال دوم برنجی را گرفت و ورزشگر آذربایجان باشد توران بایراموف مدال نقره را گرفت و همکنون رمضان عبداللهیف از تیم ورزشکاران بی‌طرف برنده مدال طلا شد و به غالبان تحفه ها را تقدیم میکند برنده اولین مدال برنجی در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان رسول باقیوف اکنون تحفه های خاطروی را به غالبان تقدیم میکند. این هم همان لحظه بود که ورزشگری روس در بخش کار در زمین حریفش را به تخت پوش کنترل کرده توانست و مدال طلا را به دست آورد. بعد از یک مدت توقف مدال طلای او به دست آمد و طلای تاریخی از مسابقات گرانپری جودوی دوشنبه که از دستان شهردار محترم شهر دوشنبه رستم امامعلی برگرداند. خانمان و جنابان از جای برمیخیزیم برای گیمنی فدراسیون بین‌المللی جودو. Thank you very much. Family picture with the VIPs and the judoka.